14 اکتبر اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان با مقصد شناسایی با روند تدبیرهای سازندگی به استقبال 35 سالگی استقلال دولتی، شرایط زندگی ساکنان، تطبیق هدفهای استراتژی و عملی شوی برنامه‌های دولتی، وضع کارهای کشاورزی و افتتاح یک قطار انشاءات تعیینات گوناگون اقتصادی و اجتماعی به ولایت ختلان تشریف آوردند. پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان نخست در شهر لیوکند بینای نوی تعلیمی فیلال مؤسسه دولتی دانشگاه بین المللی سیاحی و صاحبکاری تاجیکستان در ولایت ختلان را به استفاده داده با امکانات معاصر دانش آموزی در آن شناس شدند. بینای نوی فیلال دانشگاه بین المللی سیاحی و صاحبکاری تاجیکستان در ولایت ختلان از روی لایحه معاصر با مقصد باز هم بلند برداشتن صفت تعلیم و تربیت در اساس استانداردهای جهانی در پرتو سیاست معارف پرورانه حکومت جمهوری تاجیکستان از حساب مبلغ‌های مخصوص مؤسسه تعلیمی در مساحت 155 هکتار ساخته شده است. بنیاد انشاءات نوی ساحه معارف در دایره تدبیرهای سازندگی به استقبال 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان به راه مانده شده از تخانه و 7 آشیانه عبارت می باشد. بینای تعلیمی برای 2500 دانشجو در یک بس پیش بینی گردیده دارای 27 حجره کاری، 37 صنفخانه برهوای تعلیمی، 4 مرکز از جمله مرکز تحقیقات اقتصاد سبز، مرکز همکاری‌های بین المللی و تطبیق لایحه‌ها، مرکز زبان روسی، مرکز ذهن صنعی، آزمایشگاه‌های فعالیت گمرکی، بانک تعلیمی و یک اس محاسبات میباشد. بنیاد مهمانخانه تعلیمی، سرویس طربخانوی و طربخانه تعلیمی با تمام دستگاه و عیانیت‌های آموزشی مجهز، کتابخانه‌های علمی الکترونی با مخزن غنی ادبیات بدیعی و ساحوی و تالارهای خوانش با 120 جای نشست، مجلسگاه و آشخانه متناسباً با 500 و 130 جای نشست از امکانیت‌های دیگر انشاءات نو میباشد. پارک تکنولوژی و فیلال انستیتوت علمی تحقیقاتی دانشگاه در بینای نو از بخش‌های دیگر فیلال است که با مقصد تطبیق دانش‌های نظریوی دانشجویان در عملیه و عمیق‌تر آموختن علم‌های معاصر در دایره هدف‌های 20 ساله آموزش و رشد فن‌های طبیعت شناسی دقیق و ریاضی در ساحه علم و معارف جایگیر کرده شدند.
ریاست دانشگاه بین‌المللی صحیح و صاحبکاری تاجیکستان جهت اجرای دستور سپارش‌های اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان جهت اجرای نقشه و چاره‌بینی ضمن بازدید انشاءات شهر دوشنبه 1 سپتامبر سال 2021 8 نوامبر سال 2021 تصدیق کرده شده است در بند وابسته به فیلیال دانشگاه بین‌المللی صحیح و صاحبکاری تاجیکستان در شهر لوکان ربط دارد. امروز با اشتراک اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان بنای باهاشامد که با تمام تکنولوژی حاضر از زمان مجهز گردانده شده است مورد استفاده قرار داده شد. در فیلیال دانشگاه بین‌المللی صحیح و صاحبکاری تاجیکستان که رقم کانونی تحصیلات در نزد پیشوای معظم ملت معرفی کرده شد دانشجویان میتوانند که از معلومات پورا استفاده برند. اینچنین در آزمون‌های فروغ صبح دانایی کتاب است علم فروغ معرفت تاجیکان در آینه تاریخ ملت اشتراک کنند و اینچنین در کتابخانه الکترونیک که در فیلیال دانشگاه تشکیل کرده شده زیاده از 2 میلیارد نسخه کتاب پیوست میباشد. در درآمدگاه انشاءات برای تامین بخطری تجهیزات معاصر سیماشناسی نصب شده است که درآمد و برآمد هر یک دانشجو و آموزگار ثبت می شود. همچنین با مقصد تامین شرایط سازگار و مهیاسازی انفراستراکچور در تعلیمگاه 2 لیفت زمانوی نصب گردیده است. بنا با نقطه علاهیده گرم‌دهی پیوست می باشد. یادآور میشیم که فیلیال دانشگاه بین‌المللی سیاحی و صاحبکاری تاجیکستان در ولایت ختلان از ماه ایول سال 2021 در بینای لیسه کسبی صنعت کیمیای شهر لوکان که در تابعیت مؤسسه قرار دارد فعالیت میکرد. اکنون در بینای نو با تأسیس مرکزهای علمی تحقیقاتی و آزمایشگاه‌های عملی سطح و صفت تعلیم بلند شده با این را روند آماده نمودن متخصصان کسبی بهتر میگردد. کارهای ساختمانی در این بینای تعلیمی زیر نظارت بی‌واسطه پرزیدنت مملکت محترم امامعلی رحمان قرار داشت و در این زمینه سرور دولت شخصا از حالت کارهای بنیادی شناس می‌گردیدند. 27 اکتبر سال 2021 پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان ضمن سفر کاری در ولایت ختلان با جریان کارهای ساختمانی در این انشاءات شناس شده به ساختمانچیان و مسئولان برای بنیاد با صفت بینای تعلیمی دستور و سفارش‌های مشخص دادند. کارهای ساختمانی در انشاءات با جلب متخصصان و مهندسان شرکت‌های وطنی بیناساز 2015 سامان دور و انرگسترای در مهلت معین گردیده با سطح و صفت بلند به انجام رسانیده شدند. جریان تعلیم در فیلیال دانشگاه بین‌المللی سیاحی و صاحبکاری تاجیکستان در ولایت ختلان در شعبه تحصیل روزانه و فاصلوی از روی نظام تحصیل کردیتی موافق نقشه و برنامه‌های دولتی تعلیمی به راه مانده شده است. در فیلیال امروز بیش از 930 نفر از روی 15 اختصاص از جمله سیاحت و آسایشگاه طبابتی، خدمات گمرک، اقتصادیات و تشکیل استحصالات، مالیه و قرض، مناسبت‌های بین‌المللی و اداره دولتی به تحصیل جلب گردیده است. چنین شرایط امکانیت‌ها می‌تواند در سمت آماده نمودن متخصصان جوابگو با بازار مهنت و رقابت‌پذیر در بازار داخل و سطح بین‌المللی مساعدت نماید. چنین شرایط‌ها ما آموزگاران را وادار می‌نماید که باز هم مسئولیت را در سمت تیار نمودن متخصصان جوابگو با بازار مهنت بیشتر روانه نموده بهر صادقانه خدمت نمودن به خلق ملت خدمت نماییم. منتداری خود را به پیشوای معظم ملت محترم امامعلی رحمان میرسانیم که برای ما چنین یک بینای نو و زمانوی بنیاد ساختند که با تمام تجهیزات‌های زمانوی اینچنین صنفخانه‌های علاهیده برای درس‌های لکسیونی و عملی مجهز گردانیده شدند. جواباً به این همه غمخوری‌های پیشوای معظم ملت گفتنی هستم. وعده می‌دهیم که دانشگاه را در سطح بلند به اتمام رسانیده تاجیکستان عزیزمان را در عرصه جهانی بلند و بلندتر برداشته به خلق و وطن خویش صمیمانه، صافدلانه و صادقانه خدمت می‌نماییم. پرزیدنت مملکت محترم امامعلی رحمان ضمن بازدید از امکانات مؤسسه و فعالیت مرکز و آزمایشگاه‌های علمی تحقیقاتی تاکید نمودند که با استفاده از چنین شرایط به تربیت کادرهای بلند اختصاص ساحوی توجه خاصه ظاهر کرده شود. تاکید کردن به مورد است که با افتتاح بینای مذکور برابر کارمندان 100 نفر علاوه با جای کار تامین گردیده آینده با نظرداشت تا 5000 رسانیدن دانشجویان این نشانداد بالا خواهد رفت.
یادآور میشیم که دانشگاه بین المللی سیاحی و صاحبکاری تاجیکستان دارای 2 فیلیال، 2 کالج، 2 لیسه کسبی و 1 لیسه تحصیلات میانه عمومی بوده. در آنها از روی 80 برنامه تحصیلاتی در زمینه بکالوریات، 15 اختصاص در زمینه ماجستراتورا، 8 رویه در زمینه دکترانتورا و کسب‌های گوناگون در زمینه تحصیلات ابتدایی و میانه کسبی متخصصان آماده کرده می شود. در لابراتوری سرویس طرفخانه قرار داریم که این لابراتوری البته با تمام تجهیزات‌های طرفخانوی مجهز کرده شده است. دانشجویان در روند تحصیل و درس‌های مشغولیت‌های عملی می‌توانند که تمام نازکی‌های خدمت‌رسانی طرفخانوی را حاصل کنند و در آینده بهره بلند برداشتن سطح و صفت خدمت‌رسانی برای سیاحان و مهمانان خارجی سهم ارزنده خود را گذارند. توجه حکومت جمهوری تاجیکستان برای رشد ساحه معارف و بلند برداشتن سطح و صفت تحصیلات به واسطه در سطح یعنی عالی براه مانده شده است و شرایط‌های امروزه تمام آموزگاران را وادار می‌کند که بهره تربیت نسل نو است، تربیت کادرهای بلند اختصاص سهمی با سزای خود را گذارند و برای آینده تاجیکستان، برای پیشرفت تاجیکستان عزیز باز هم کوشش به خرج دهند. دانشگاه امروز با بیش از 160 مؤسسه تحصیلات عالی کسبی و علمی خارجی، اینچنین تشکیلات و سازمان‌های با نفوذ بین المللی همکاری‌های سودمند داشته با مقصد بلند برداشتن مهارت و سویه تخصصی تبادل اکادمی آموزگاران و دانشجویان را راه اندازی نموده است. سرور دولت محترم امام علی رحمان از امکانات معاصر در بنای نوی فیلیال مؤسسه دولتی دانشگاه بین المللی سیاحی و صاحبکاری تاجیکستان در ولایت ختلان با تأسیس مرکز آزمایشگاه‌های زمانوی و مرکزهای اینواتسیونی از خود کردن ملکه‌های کسبی برای دانشجویان که در سمت عملی شوی نقشه و برنامه‌های تعلیمی خصوصا هدف‌های 20 ساله آموزش و رشد فن‌های طبیعت شناسی دقیق و ریاضی در ساحه علم و معارف سالهای 2020-2040 مساعدت می‌کند، اظهار قناعتمندی کرده برای استفاده وسیع امکانات آموزشی جهت بلند برداشتن سطح و صفت تحصیلات و آماده نمودن متخصصان کسبی دستور و مسئولیت‌های سودمند دادند. اقدام نوبتی که پیشوای ملت پیشنهاد نمودند آید به سال 2025 را اعلان نمودن سال بین المللی حفظ پریک‌ها بار دیگر شهادت از آن می‌دهد که پیشوای ملت ما همچون تشبثکاری تکنولوژی سبز در عرصه جهانی برآمد می‌کنند. با این مقصد در نزد دانشگاه بین المللی سیاحی و صاحبکاری تاجیکستان مرکزی تحقیقات مسائل اقتصادی سبز تأسیس داده شد. هدف اساسی مرکز این گذراندن تحقیقات ها آید به مسئله های رشد استوار و اقتصادی سبز به حساب می رود که در دایره استراتژی رشد اقتصادی سبز در جمهوری تاجیکستان برای سالهای 2023-2037 تأسیس داده شده است. دانشگاه تصمیم گرفته است که روند تیار کردن کادرها را در شکل نو یعنی شکل دوالی تحصیلات براه ماند که طبق آن دانشجویان در روند تعلیم دانش‌های نظری را در دانشگاه می‌گیرند و به واسطه درس‌های عملی آنها مشغولیت‌های عملی در بانک‌ها گذرانده میشوند. از جمله همکاری ما در این سمت با بانک دولتی امانت بانک خیلی خوب به راه مانده شده است. با دستگیری رهبریت بانک مذکور در دانشگاه همزمان در فیلیالی که امروز در بنای تعلیمی که امروز به استفاده داده شد سیمخانه‌های حاضر زمان بانک تعلیمی همزمان مرکزی خدمترسانی بانکی تأسیس داده شدند که دانشجویان در سیمخانه‌های تعلیمی به واسطه دانش‌های نظری می‌گیرند و درس‌های عملی آنها در مرکزهای خدمترسانی بانکی به راه مانده می‌شود.